درود خدا بر شما و به نزدیکان شما. سلام علیکم. پیش از آغاز چون چشمان مریض هستند دویمو ما عینک به چشم میگیریم، یعنی پوشیدن عینک تنها برای سهولت نیست، اصلا این لباس است. حفظ میکند انسان رو از اکثر چیزها، چشم رو یعنی حفظ میکند از نور و دیگر. خیلی خوبش خواستم که با عینک نه، اما باز گپ و چپ زیاد نشد، از این سبب منظرت بسیار مریض هستند چشمان. گاه خواه داخلی بینو از خواه بیرون با عینک گشته نمی شود. مرد از عالم گذشت. یک کودکش باقی ماند، پسرش و همسرش. به خاطر روح این مرد را شاد کردن، هر روز جمعه همسرش یک خوراک با لذت میپخت و به فرزندش میداد، میگفت همسایه ها را تقسیم کن. اگر در مهمانداری ما تاجیکان ساده کرده فهمونیم، ما هر چی داریم برای مهمان میدیم، اما خودمان اکثر حتی همین قند هم از میگیم روز کن برای مهمان، پینهان کن برای مهمان. هر جمعه برای روح مردکش را شاد کردن خوراک با لذت میپخت، میداد میبرد. روز اما خودشان فقیر بودن، گرسنه بودن، خصوصا فرزندش. روز پسرش همون کاسه شوربا گویم برده ایستاده بود که ناگه بسیار نفسش وعی کرد، گرسنه بود، طاقت کرده نتوانست، در یک گوشه نشست و چیکار کرد؟ همون کاسه شوربا را خورد، تناول کرد. آمد خانه، کاسه تازه آورداد، گویا که برده داد و آمد. شب خواب دید همسرش. مرد در خوابش در آمد، گفت زنک همین روز خوراکی فرستادت به من آمد و رسید. همین روز خوراکی فرستادت آمد به من رسید. زن زود از خواب بیدار شد، در حیرت ماند، رفت کودک را بیدار کرد، گفت که بچم خوراک را به کی دادی امروز؟ کودک ترسید، گفت نترس، هر روز به کی میدادی هر جمعه که بود، و امروز این جمعه به کی دادی؟ کودک اخراج شد، گفت هر جمعه برای همسایه ها می بردم، اما این جمعه خودم خوردم. گمان میکنیم اگر که شرح ندیه هم فهمیده گپ سر چی بود. و دائما ما باید کوشش کنیم کار خیر، کار خوبی رو از خود شروع کنیم، از خودمان، و این ثوابش بلندتر است، خوبتر است تا نست. این در تمام موضوع ها بود. اکنون خدا نگهبان شما موضوع را شروع میکنیم. طول یک سال میشود تقریبا برنامه نکرده بودیم، بود و کم اما از تحت دل فرصت نبود، چون میدونید از سببی با فیلم بند هستیم. بسیار از ما خواهش کردند بلاگرها حتی و نفرانی که در جدای خیریه هستند و عموما عاموی، گفتن که شما خوبتر میتونید بعداً فهمونید و شنونده زیاد دارید به اینها رسانید. و گفتنی هستیم که در بابت خیر راستی قریب 4-5 برنامه کرده بودیم، برنامه های کهنه بودند، اما همین روز را دیده گفته بودیم. خدا شاید از همین روز را دیده ما برنامه کرده بودیم، چون دائما استاد میگفت که بچه ها میگفت دوربین شوید، هر کار میکنید باید شما دوربین شوید، هر کار رو باید جنبستش هم دید. اگر این کار را کنم به چی انجام مییابد و این کار را کنم چقدر مردم فایده میبیند یا برعکس، همش پهلوش رو باید آموخت. خلاص مردمی که مراجعت میکنند دیدید که چقدر زیاد شدن، همین مراجعت میکنه که ما رو کمک کنید، ما اینیم و عموما همین مسئله اگر که در شکل کوتاه توبندگی گوییم خیلی زیاد شد و این رو باید ششته فکر کرد که چرا؟ چون سببش این شد که ما یک مدت خیلی خیریه‌مون بزرگ شد، یعنی که در همون نوارها نمایش میدادیم، همه را نشان میدادیم. چون ببینید استادها میگفتن که اصلا خیر میگفتن که در عرفیت ما هم هست، این دستت خیر کند، این دستت نفهمد. اما جایی که خیر کم شد باید آشکار کرد تا دیگران بیدار شود، تا که داند که برای خیر کردن این خوب نتیجه انجام یافت. چشم چندین صاحب کارا کشاده شد، اما چشم چندین تنبلا را هم کشادیم. این را هم فراموش نکنیم. وقتی که نوار رو نشان دادیم